سلام، من پرنیام. سلام، منم مژدم. آقا امروز میخوایم در مورد شهر هرکولانیوم حرف بزنیم. یه شهری که حدوداً 2000 سال پیش در اثر فوران آتشفشان سوخته، یعنی سوخته که نه از بین رفته و ما ماجراشو قراره تعریف کنیم امروز. فقط نکته که وجود داره اینه که اگر حساسین، به خاطر اینکه ما یه سری ویدیو داریم توی این ویدیومون میخوایم ادیت بکنیم که اسکلت و از اینجور چیزا داره و خب اگه براتون سخته میتونید که ویدیو رو نبینید و اسکیپش کنید. مجد، میخوای تو در مورد تاریخچه‌ش و اینجور چیزا یکم برامون توضیح بدی؟ بله حتما. خب چیزی که واضحه اینه که اسم هرکولانیوم از قهرمان یونانی هرکول گرفته شده. درست. یه شهر خیلی خفن و زیبایی بوده توی جنوب ایتالیا سمت ناپل و آدماش خیلی ثروتمند بودن و بسیار بسیار هنردوست بودن که حالا تو ویدیوها میبینید اینو. همونجوری که قبلا براتون توضیح داده بودیم توی یکی از ویدیوها، منطقه ناپل مثل الان نبوده که فقیر باشه و منطقه بسیار ثروتمندی بوده، به آبهای آزاد راه داشته، تجارتش آزاد بوده و خیلی رونق داشته و به واسطه این که توی کوهپایه قرار داشته کشاورزی توش خیلی رونق داشته. خب ببین، اینکه آدم نزدیک آتشفشان باشه یه محصولات کشاورزی خفن داری فلان همه اینا، ولی خب خیلی خطرناک هم هست دیگه. یعنی هرانی ممکنه فوران کنه یا زلزله بیاد و همه اینا. و خب جدا از خود هرکولانیوم که در اثر این فوران آتشفشان از بین رفته، احتمالاً شاید پومپئی معروف‌تر باشه، یعنی شهری که بیشتر راجع بهش شنیدی. دیدی میگن که مردمی که سنگ شدن و از این داستانا در موردش، ولی واقعیت اینه که خب مناطق اونجا شهرهای زیادی هست که از بین رفته و این یکی از اون شهرهایی بود که من برای دیدنش رفتم و خب خیلی سخت بود کلا پروسه دیدار از اون شب، بخاطر اینکه بارون میومد، افتضاح بود. بعد من یه دستم دوربین بود، یه دستم چتر بود، یعنی داشتم ویدیو میگرفتم. بعد اصلا خیلی افتضاح بود همه چی و از یه طرف داشتم سعی می‌کردم مثلا یاد بگیرم، از یه طرف داشتم سیو می‌کردم اطلاعاتو واسه اینکه ما بعداً بخوایم ویدیوش کنیم، مثلا نمیتونم برات بگم. ولی با این حال تجربه خیلی خیلی بی‌نظیر بود و الان خیلی خوشحالم که اینا همش داره جمع میشه یه جا ویدیو میشه. منم همینطور. خب من خیلی مشتاقم که ما زودتر بریم سراغ ویدیوها، چون اگه یاد باشه موقعی که از سفر برگشته بودی و من داشتم ویدیوها رو به من نشون میدادی، من اینجوری بودم که واو اینا چیه، اینا چقدر خفنه و اینا. خیلی خوشم اومده بود از ویدیوها. حالا اگر موافقی یه کوچولو دیگه واسمون توضیح بدید و بریم که ویدیوها رو ببینیم. آره. قطعا اینجایی که الان من صحبت میکنم یه سری ویدیو ادیت میشه. خب دقیقاً این تصویر اولین تصویریه که وقتی که تو وارد شهر میشدی میدیدی. یعنی تصویر جایی که آدم ها موقعی که آتشفشان اتفاق افتاده بود پناه گرفته بودن اونجا و فکر میکردن که اونجا سیفن و فکر میکردن اونجا امنه. چقدر موفقیت آمیزی فرار و پناه گرفتنشون. آره. و چقدرم که اسکلت سالم موندن. آره. من اینجوری بودم که خب اگر آتشفشان بیاد همه چی باید پودر بکنه دیگه. آره. و خیلی عجیبه که اسکلت ها، وسایل چوبی، موزاییکا، سنگا، اینا همشون خیلی سالم موندن. دقیقاً. و یه سرچی کردم فهمیدم که وقتی که این آتشفشان وارد منطقه میشه، اون گازهای آتشفشانی باعث میشن که اکسیژن از بین بره و حرارت توی اون منطقه بسیار میره بالا، ولی به خاطر نبود اکسیژن چیزی نمیسوزه. دقیقاً. و این دلیل اینه که خیلی از وسایل سالم موندن که الانم توی ویدیو میتونیم اونا رو ببینیم. بعد سوالی که پیش میاد اینه که خب اگر اینجوریه که آتشفشان نابودشون نکنه، چرا یه سری جاها خراب شده؟ این خیلی نکته مهمیه. اولا که ببین واقعا مثل جادو میمونه، انگار مثلا یه جایی سیو شده از قدیم، بعد تو همه چیزو داری به صورت کاملا سالم میبینی. و یکی از چیزای دیگه که در موردش وجود داشته، خب یه سری خونه ها خرابن، یه سری جاها خرابن و این داستان، اینا به خاطر آتشفشان نیست. اون منطقه، یعنی کلا حضور آتشفشان باعث میشه که اون منطقه زلزله خیز هم باشه و چند وقت قبل زلزله اومده بوده. یعنی موقعی که آتشفشان اومده بود، یعنی فوران کرده بوده، آدما تازه داشتن از فاجعه قبلی عبور میکردن، خونه‌هاشون رو بازسازی میکردن، درست میکردن، کارهای اینجوری که دیگه بعدش آتشفشان اومده و زده ناکارشون کرد. این که چیزای چوبی سالم مونده خیلی واسه من عجیبه. مثلا این در چوبی بزرگ و این حتی این تخت خوابی که سالمه
وای چقدر این اتاق کوچیکه، اینجا مال برده ها بوده؟ ببین خیلی این قضیه باحاله که اون موقع اتاق خواب واقعا فقط اتاق خواب بوده. یعنی یه تخت بعد بدون پنجره بدون هیچی، یعنی آدما میرفتن توی اتاق خواب میخوابیدن و بقیه زندگیشون روزو میمدن بیرون، نه مثل ما که همه روزو اونجا میگذرونیم و اینا. برای من خیلی جالبه که تخت خیلی قیافش مدرنه، یعنی خیلی قیافه مدرنی داره. قشنگه. یکی دیگه از چیزایی که من خیلی دوست داشتم موزاییک اون خانم و آقاییه که سالم مونده که عکسشون هم فکر کنم خیلی معروفه و واقعا عجیبه که سالم مونده. چند تا دیوارنگاره دیگه هم بودن که سالم مونده بودن، درسته؟ آره ببین کلا مخصوصا اون یه تیکه اون خونه اون خیلی خیلی معروفه، اون که من برای تو سوغاتی آوردم. اینجا داشتم میگشتم دنبال سوغاتی، بعد دیدم که اون این دیوارنگاره هایی که خیلی خیلی سالمه رو شبیه مثلا استیکر، دفترچه، اینجور چیزا همشونو یه سری کالای خیلی خوشگل باش تولید کرده بودن که من برام مجده یه دونه گرفتم. ولی برای من خیلی عجیب بود که این تصویرها انقدر واضح و شفاف و ایناست. بعد خب سوال پیش می اومد آیا این همه سال همین شکلی مونده؟ تا اینکه اون حالا مسئول گروه ما توضیح داد که نه، اینا از اولش اصلا انقدرم شفاف نبودن، به خاطر اینکه حرارت خیلی رفته بالا اون موقع. اینا نمیدونم بگم پختن، حالا قبلا یه بار پخته شده بودن به عنوان موزاییک، ولی حرارت باعث شده که رنگا تیره تر بشه، بعد واضح تر بشه تصاویر برای ما. و مثلا ما الان داریم این شکلی میبینیم، احتمالاً اصلش این رنگی نبوده یا این شکلی نبوده. حالا من عکس اون مگنته رو توی ویدیو ادیت میکنم. آره این کار بکن. این حجم از جزئیاتی که باقی مونده واقعا به نظرم بی‌نظیره. بعد میدونی توی ویدیوها کدومش خیلی واسه من جذاب بود؟ با شناختی که ازت دارم حقیقتا اگه ویدیوهای قبلی هم دیده باشین احتمالا شما هم همین فکر رو میکنید، اسکلتا. اون که بله اون علاقه همیشگی منه، ولی جدا از اون شراب فروشیه. اینکه تو نقاشی انواع شرابا رو با قیمت‌هاشون داری میبینی خیلی جذابه به نظرم. یعنی انگار داری منوی یه باری رو میبینی که 2000 سال پیش وجود داشته و میدونی که اون موقع مردم واسه یه پارچ شراب چقدر داشتن پول میدادن. جدا از اون یه دونه اون سری حوضا بود که کنار خیابونا بود، اونا هم خیلی جذابه. و اینکه حالا جدا از کاربرد اون حوضا که واسه شسته شدن واسه شستشوی خیابون ازشون استفاده می‌کردن، ولی حتی اونم برداشتن تزیین کردن. همه چی پر از هنر اهمیت همه میدادن. چیز جزئیات و تزیین داره. آره واقعا این مورد خیلی خیلی عجیبه. و یکی دیگه از چیزایی که برای من خیلی خیلی باحال بود اون قسمتی بود که خب نمیدونم اینو چند وقت پیش توی اخبار اینا دیدید یا نه، چون فکرم تابستون بود این قضیه خیلی سر صدا کرد که یه سری تومار اینا پیدا کرده بودن توی هرکولانیوم. اولا که حالا قبلش اینو بگم که برای من جالبه که هنوز یه سری جاهای این شهر هست که اصلا هیچ دسترسی بهش نیست، هنوز کلی چیز میز برای کشف شدن وجود داشته. ولی این تومارایی که پیدا شده بود یک عالمه اطلاعات به ما داده بود در مورد افلاطون، در مورد مرگش، کجا دفن شده، زندگیش چجوری بوده، حالا بعد از اینکه به شکل اسیر بوده و اینا اصلا چه اتفاقاتی براش افتاده بود و اینا. خب خیلی برای من جالب بود. بعد حالا قسمت بعدش این بود که برای عموم آزاد نبود، من نتونستم فیلم بگیرم، ما هیچ ادیتی نمیتونیم داشته باشیم از این یه تیکه، به خاطر اینکه خب اون ما با یه گروهی رفته بودم خیلی داستانش طولانیه، ولی خب ما رو به صورت اختصاصی بردن اونجا و گفتن که بعداً برای عموم باز میشه. و صادقانه بگم چون تومارها هم اونجا نبود ولی چیز خاصی هم نبود، یعنی از نظر ارزش تاریخی جالب بود، وگرنه از نظر اینکه مثلا تو بری اون ساختمون رو ببینی چیز خاصی اونجا نبود. و خب این تومارا رو همه رو با ای آی و اینجور چیزا خونده بودن، یعنی این دور زمانه دیگه کلا واقعا عجیبه ای آی چجوری میشه. آره همین کار اصلا سوخته بوده دیگه تومارا، یعنی نمیدونم چیکار کردن. خلاصه خیلی چیز میز هست راجع به اونجا و هنوز خیلی جاهاشو پیدا نکردن، ولی فکر میکنم ما بیشتر چیزا رو گفتیم. نگفتیم؟ آره به نظر منم همه چیزو گفتیم دیگه، چیزایی که در دسترسمون بود همه رو گفتیم. حالا امیدوارم که دوست داشته باشین این ویدیو رو و امیدوارم که اون ویدیوهایی که من گرفتم با وجود بارون به دردتون بخوره و همین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.